و آبی که در این لیوان هست زندگیه که به ما ارزانی داشته شده. همونطور که میبینید همه چیز شفاف، زلال و تمیزه. در طول زندگی البته خب طبیعتاً زندگی ما دستخوش تغییراتی میشه، شیرینی هایی به زندگیمون اضافه میشه، بعضی وقتا شوری هایی به زندگیمون اضافه میشه، بعضی وقتا ترشی ها، تلخی ها و تندی هایی به زندگی ما اضافه میشه و وقتی که با زندگی ما مخلوط میشه زندگی ما رو به حالتی شبیه این در میاره. همونطور که میبینید دیگه شفاف نیست، زلال نیست، تمیز نیست. این وضعیت از یه جایی به بعد ما رو به ناامیدی و غصه میرسونه، به حسرت میرسونه و ما به فکر این میفتیم که باید به حال زندگیمون یه فکری بکنیم. با این وضعیت که نمیشه ادامه داد. بنابراین تلاش میکنیم که زندگیمون رو از آلاینده ها پاک بکنیم. بذاریم ببینیم میشه. من سعی میکنم تمام اون چیزهایی که به زندگی خودم اضافه شده اینها رو از بطن زندگی خودم جدا کنم. نمیدونم موفق میشم یا نه. ظاهرا تغییری اتفاق نمیفته. پس کار بیهوده ایه. هر چقدر تلاش کنم نمیتونم به این وسیله زندگی خودم رو پاک بکنم. پس راهش چیه؟ اگر ما به زندگیمون به جای اینکه سعی کنیم آلاینده هاش رو ازش در بیاریم، سعی کنیم چیزهایی اضافه کنیم، مثل آبی که الان من به این لیوان اضافه میکنم و اجازه بدیم که سرریز بشه. شاید امیدی باشه. میبینین کم کم شفافیت آب دوباره داره بهش برمیگرده. دوباره شفاف و تمیز شد مثل روز اول.